به نام خدا سلام. امروز با یه برنامه دیگه در خدمتتون هستیم. آموزش نوشیدنی‌های تابستونی. مواد لازم برای امروز انبه، آناناس، لیوان و هندوانه است به مقداری که خودتون دلتون میخواد و مقداری هم یخ پودر شده که میتونید یا با دستگاه یخ پودر کن اینو درست کنید یا میتونید با ضربه زدن روش با گوشتکوب یا هر چیز دیگه اینو پودر کنید. برای درست کردن این نوشیدنی اول انبه رو میریزیم، مقداری 1 پیمانه یخ پودر شده و آناناس که بهتره 1 پیمانه باشه و با هم میکس میکنیم. نوشیدنی ما آماده شد. توی خود میوه میریزیم که هم زیباتر باشه. توی لیوان هم میشه ریخت ولی خب توی این زیباتره. نوشیدنی دوم مقداری هندوانه که میشه 1 پیمانه و 1 پیمانه یخ خرد شده یا برفکیمون، لیمو ترشا. میتونی برای چی از لیمو ترش استفاده میکنی؟ به خاطر اینکه توی لیمو ترش آبی که لیمو ترش داره باعث میشه که بدن ما دیرتر آبش تبخیر بشه و برای تابستون خیلی مناسبه. آره میتونیم مثلا از کیوی یا مثلا کیوی و توت فرنگی، زردآلو و آلو استفاده کنیم، ولی وقتی که میخوایم زردآلو و آلو استفاده کنیم باید حتما لیمو ترش هم بهش اضافه کنیم. این هم نوشیدنی ما آماده شد. امیدوارم از برنامه امروز ما خوشتون اومده باشه. امیدوارم توی خونه نوشیدنی خوبی رو درست کنین. تلگرام ما رو یادتون نره. فلفل 365.